بخشیده بایدی کسبی کارمندان ساحه نقلیاتی اتومبیلی در تالار خردی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند با اشتراک راهبران و کارمندان شرکت‌های خدمت رسانی و سابقه‌داران چهاربینی تنتنوی برگزار گردید. در آغاز چهاربینی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده سخن گفته رانندگان را از نام رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌آی احمدزاده و از نام خود شاد باش گفته تاکید نمود که در پیشرفت اقتصادیات کشور ساحه نقلیات سهم ارزنده دارد. پیام تبریکی رئیس ولایت سوخت با مناسبت روز کارمندان نقلیات اتومبیلی. فرارسی روز کارمندان نقلیات اتومبیلی را که همه ساله سال 25 ایول در قلمرو جمهوری تجدید می‌گردد به کل کارمندان ساحه و سابقه‌داران آن تبریک و مبارکباد می‌گویم. ساحه نقلیات قسمی ترکیبی و جدا نشونده اقتصادیات دولت به حساب رفته در رشد تمام ساحه‌های مختلف خواجگی خلق کشور نقش حل کننده می‌باشد. در جمهوری تاجیکستان که اکثر حدودش کوهسارند، نقلیات اتومبیلی یکی از واسطه‌های اساسی حمل و نقل بار و مسافران به حساب رفته حیات هر روزه جامعه را بدون نقلیات تصور کردن غیر امکان است. طور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام نوبتی خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بیان داشتند سالهای آخر ساحه راه و نقلیات نیز با مرام رشد نموده در نتیجه ما به یکی از هدفهای استراتژیک خود رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی نائل گردیدیم. اطمینان کامل دارم که کارمندان ساحه نقلیات اتومبیلی جواباً به غمخوری‌ها در عملی نمودن هدفهای سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان صادقانه و صافدلانه محنت میکنند و برای با نتیجه های بلند مهنتی استقبال گرفتن جشن همایونی ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از عهده اجرای وظیفه های در نزدشان گذاشته سربلندانه برآمده با درک بلند مسئولیت شناسی خودآگاهی در آبادانی و پیشرفت کشور عزیزمان حصه باسزا می‌گذارند. بار دیگر کل کارمندان ساحه نقلیات اتومبیلی و همه آنهایی را که پیشرفت ساحه را تامین می‌نمایند با عید کسبیشان تبریک و تهنیت گفته سلامتی بردوام آبادی روزگار و برار و کامیابی‌های مهنتی تمنا می‌نمایم. عید کسبی مبارک دوستان عزیز. سپس به یک قطار کارمندان فعال برای سهمگذاری در رشد ساحه و فعالیت پرثمرشان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند افتخارنامه و مکافات‌های پولی تقدیم گردید. سابقه‌دار مهنت سنگینوف جامبای به سخن برآمده و عرض و سپاس خود را به رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده برای چنین توجه رسانید. من از فرصت مناسب استفاده برده همه شمایان را تبریک می نمایم و همه شمایان عمر دراز، رزق فراز، تمام خوشی های حیات را تمنا دارم. بیگذار سفرتان همیشه بی خطر باشد. از فرصت استفاده برده برای غمخواری به همتایشان نسبت کل رانندگان منتداری بیان میکنم. چون که امروز پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت نسبت شما بسیار غمخواری ها کرده ایستادند. خودتان یک چیز را تصور کنید، از همین پنجکند تا ولایت رفتن به تگی چنگ خاک به میمون دید 5 ساعت برفته میرسید. ماشین توت بری میریخ حاضر بینید کف دستباری هموار هم تا درون ماشین به میشینید چه خیلی رفته رسیدگیتون حس نمیکنید، خوابتان میبرد. این مگر نسبت غمخواری نیست؟ این غمخواری به همتا است. من پیش به 30 سالگی استقلالیت این جشن بینهایت بزرگ است. ما باید همگان متحد شده بهر آبادی شهرمان حصه گذار باشیم. وکیل مجلس وکیلان خلقی ولایت سوخت سردار جمعیت سهامی دوران نیز در نشست اشتراک و سخن کرد. او از نام کل کارمندان ساحه نقلیات وادی زرافشان برای رئیس شهر منتداری بیان نموده
قید نمود که با پیروی به اقدام‌های صلح‌آفری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور امام علی رحمان و اطراف اقدام‌های آبادکاری رئیس شهر جمع آمده و شهر خود وطن خود را باز هم آباد و زیبا خواهیم گردانید. اما از مردمان کلکتیوی 24 نفر نقلیاتچی وادی زرافشان موقع داریم و با واسه شما منتداری تمام نقلیاتچی و مرتبط رئیس جمهور می‌رسونید که من از خیلی از راه دور سپاسگزارم که خدمت کردم امیدوار هستیم و همه این سرچشمه دیگرد از این آبادی از این جشنگیری از این تحفه‌گیری است اساس سرچشمه‌اش محترم جنابی هستم که روز به روز آبادی است روز به روز پیشروی است من محترم رئیس جمهور گفتید پنج راه‌ها این ساختمان‌ها من این بنا این بنای پوزیتیو من بار اول دارم من واسطه بیشتر رو حق کردم چیکار من میگم که پیش از وای با هم میتونم خب محترم رئیس ما برای در اطراف شما همه یک دلانه صرف و جمع میشه و بیلی پاک نیت پاک جمع شده کارکرده شده میام روی ویش نیست روی سامینش نیست چون از روز اولی کاری با همه کارخانه ها یک روی یک صحبت یک گرفته من کارکرده شده و بار اول ما دیدیم که من خودم نقلیاتچی هستم من کار اتوبوس شفیع شدم کرده هستم بار اول من این جشن این خیلی محبت این خیلی مهربانیت ما با دیدی دادیم. چاره‌بینی باری دیگر نشان داد که واقعا هم توجه رهبریت مقامات اجرایی و حکومت دولتی شهر نسبت به ساحه نقلیات چون یکی از ساحه‌های ضروری جامعه زیاد بود و امروز هم می باشد. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالوف برای برنامه اطلاعاتی پیغام.